عزیز من گفتم که مرد آمد به محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض کرد یا رسول الله در کار من برکت نیست، در دعای من برکت نیست، در زندگی من برکت نیست، من پول درست به دست نمی آورم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود زن داری؟ گفت بله یا رسول الله زن دارم. گفت برو به زنت بگو که در حق تو دعا کند خدا به تو برکت نصیب می‌گرداند. الله اکبر. عزیز من این اخلاق اسلام است، این حق است که اسلام به زن داده است که باید مرد رعایتش بکند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که اینها امانت الهی هستند، امانت الهی. یک روز رسول خدا فرمود لا تضربوا اماء الله، کنیزای خدا را نزنید، کنیزای خدا را نزنید. فجاء عمر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام ابو داود در کتاب النکاح در سنن خودش می آورد حضرت عمر آمد به محضر حضرت رسول عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، با آواز بلند یک بار بگوییم صلی الله علیه و سلم. آمد فجاء عمر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ضعرن النساء على ازواجهن، یا رسول الله شما گفتین به زنانتان را لتکوم نکنین، زنان را جرأت دادین به مردان، زنان را جرأت دادین به مردان. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در وقت ضرورت با زنان خودتان اگر نشدن، اگر وعظ کردین، نصیحت کردین، بسترش را جدا کردین، باز هم نشدن، توصیه های نیکتان، محبت شما جواب نداد، باز بزنین. ولی کدام زدن؟ واضربوهن ضربا غیر مبرح. اگر زن نماز نخوان چند تا جای وجود دارد که اسلام اجازه داده به زنها را زده شود، ولی چگونه زدن؟ در جایی که زن نماز نمی کند یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه به زاری، به عذر، به هر قسمی که می شود با محبت زن را بفهمانیم که نماز بخواند. اگر نماز نخوان واضربوهن ضربا غیر مبرح، بزنین قسمی که زخم نکنه، سیاه و کبوتش نکنه، فقط قسم زده شود که زن بفهمد که از این کار من شوهر خیلی بدش آمده است، او متوجه شود که از این کار من شوهر خیلی بدش آمده. یا یک زن اگر آرایش نمی کند بار بار برش میگوی من آرایش دوست دارم، زینت دوست دارم. یک نکته را اشاره کنم عزیز من، همان قسمی که مرد آرایش دوست دارد زن هم آرایش دوست دارد. این قسم نمی شود که ما همیشه تقاضا میکنیم از زنان که زینت بکنین، آرایش بکنین، ولی خود ما با عرق و با هر حالتی که هستیم، بو داریم، بدبو هستیم، خوشبو هستیم، پیش زن میاییم. نه، حضرت عبدالله ابن عباس میفرماید رئیس المفسرین همان قسمی که من دوست دارم زنم به من آرایش بکند، زنم هم دوست دارد که من به اون آرایش بکنم. این حق و حقوق است، این جامعه میسازد، این قانون گرم زندگی را ثابت می کند، این در حقیقت فرزندان ما را سالم می گرداند. اگر در خانواده‌ای که جنگ و جدل است فرزند اون خانواده پرخاشگر می آید، دختر اون خانه پرخاشگر می آید، فردا بچه مردم را اون دختر بدبخت می کند، دختر مردم را اون بچه بدبخت می کند، چون از پدر و مادر جز جنگ و جدل، جز نزاع و جز میدان جنگ در خانه ایشان چیز دیگر ندیده است. پسر می قدشنام را از کجا یاد گرفته؟ از پدر و مادر یاد میگیره. از کجا یاد میگیره؟ طفل 2 ساله که نو تازه به حرف زدن شروع میکنه دشنام دادن را یاد گرفته. از کجا یاد میگیره؟ از آسمان برش کادو میشود، از آسمان برش میفته که تو دشنام بده. پدر و مادر این کلمات را آنقدر در بین خود گفتن که دختر 2 ساله، طفلک 2 ساله یاد گرفته است. پس بناهن سروران من، یعنی اگر ما آمدیم نظام خانه را جور کردیم تا زمانی که ما، یعنی تربیه زن عزیزتر از خود زن است، تربیه طفل عزیزتر از خود طفل است. اگر در خانواده تربیه بود، اگر در خانواده تعامل نیک بود، اگر در خانواده اخلاق بود، ما مشکل دیگر در خانواده نمی داشته باشیم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود شما زنان را نزنید. مورد دومیش است که اگر زینت را زن ترک کرد، آرایش را ترک کرد، بارها برش گفتی که همسر گرامی من، همسر عزیز من، آرایش بکن که خدا ای ناخواسته چشم شوهرت این طرف اون طرف نچرخد. آرایش بکن که من خراب نشوم.
آرایش بکن، زینت بکن که من به بازار باشم، قلب من داخل خانه باشد، هر لحظه انتظار ای را بکشم که چه وقت به خانه بروم. حال امروز مرد خانه هست ولی در انتظار ای است چه وقت بازار برود، کنجا دیگر دخترای آرایش شده رو ببینه. به خاطر چی؟ به خاطر که در داخل خانه این مشکل وجود دارد. قضیه ها برعکس، نه مرد به سر صورت خود میرسد نه زن به سر صورت خود میرسد. گفت که زنان را لتکوب نکنین. حضرت عمر آمد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم زنان را جرأت دادین. نبی علیه السلام فرمود که در وقت ضرورت شما بزنید ولی زدنی که دست و پایش نشکنه، سیاه و کبود نکنید، زخمش نکنید. بعد از چند روز چند تا زنان آمدن به پیشگاه ازواج مطهرات شکایت کردند که شوهران ما را لتکوب کرد، شوهران ما را لتکوب کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از قضیه خبر شد، بعد بیرون شد، اصحاب را همه جمع کرد، اعلان کرد لیس اولئک بخیارکم، امت من اون مردانی که زنان خود را بی موجب هر وقت لتکوب میکنن اونها امت خوب من نیستن، اونها امت خوب من نیستن، اونها مؤمنان بهتر و برتر نیستن، اونها ضعیف الایمان هستن که هر لحظه زنان خود را لتکوب میکنن. این حدیث در سنن ابو داود است. پس بنابراین عزیز من این را نمیگویم که زن خوش اخلاقش همیشان، زن هم بد اخلاق می باشد، زن هم تند زبان است، زن هم با زبان خود زخم می کند، سخنایی می زند که تو را پاره می کند و سراخ می کند. ولی این داستان را گوش کن. مرد با زن خود نزاع کرد، با زن خود جنگ داشت، آنقدر این نزاعشان بالا گرفت که این مرد حرکت کرد، گفت می روم پیش امیر المؤمنین عمر. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، عمری که نامش را پادشاه فارس، پادشاه روم میشونید، پشتش به لرزه می آمد. گفت میروم به سمت عمر از زن خود شکایت میکنم. آمد مرد پشت خانه حضرت عمر، پشت خانه عمر استاده بود، دروازه را قلباب کرد. در همین اثنا شنید که از داخل خانه سر و صدا می آید، از داخل خانه حضرت عمر. گوش خود را گذاشت، دید که زن حضرت عمر به سر حضرت عمر چیک میزند و حضرت عمر را با کلام خودش اذیت میکند، ولی حضرت عمر امیر المؤمنین سکوت کرده است، سکوت کرده، حرف نمیزنه. این مرد این حالت را که دید گفت از خانه من که بدتر خانه امیر المؤمنین بوده، از زن من که خیلی خوب است، زن من با من تعامل خوبی دارد، اینجا را نگاه کن. حرکت کرد. در همین اثنا حضرت عمر آمد، دروازه را باز کرد، دید که یک جوان حرکت کرد از پشت دروازه. صدای زد کجا میری جوان؟ گفت من مشکل داشتم، مشکلم پشت دروازه حل شد، پشت دروازه مشکل حل شد. چه شده؟ جوان چی شده؟ گفت من آمدم تا شکایت زن خود را پیش شما بکنم، مشکل من را حل کنید. من آمدم دیدم که داخل خانه شما هم گاهی وقت میدان جنگ بوده، اینجا هم جنگ وجود دارد. حضرت عمر شاگرد کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. او عمری که شمشیر میزد نفر را با اسب شق میکرد. عمر مشت بازی خود را به زن مظلوم خود نشان نمیدهد. عمر سیاستش را پادشاهان دنیا را میلرزاند، نه زن ضعیف خود را. اون زن ضعیف و ناتوان بازوی خود را به زن ضعیف نشان نده. عزیز من، سینه ایت را در برابر کفار سپر بکن، از اسلام خود دفاع بکن. این زن مظلوم داخل خانه توان طاقت لگد و مشت من و تو را ندارد. این مردانگی نیست که کسی زن خود را لتکوب بکند بعد بگوید من خیلی بکسرم. این مردانگی نیست. حضرت عمر چه جمله های جالبه میگوید. به جوان گفت جوان تو میدانی که داخل خانه ما چه کسی است؟ گفتن نه. گفت این زنان ما پرده است بین ما و آتش جهنم. اگر این زنان ما نمی بود ما زنا میکردیم با آتش جهنم میسوختیم. اینها حجاب است بین ما و آتش جهنم. ای مرد، این زن لباس من و تو را میشوید، غذا به من و تو درست میکند. ای مرد، این زن فرزند من و تو را شیر میدهد. این زن تمام شبها برای فرزند من و تو بیدار خوابی میکند. این زن کل زندگیش من و تو برابریم. وقت آمد زن به خانه شوهر
شوهر می شود پدرش، شوهر می شود مادرش، شوهر می شود برادرش، شوهر می شود خواهرش، کسی دیگر ندارد و فقط جنازه اش که وقتی از خانه شوهر بیرون شد از هم جدا می شود. گفت ما باید تحمل میکنیم، این همه زحمت به دوش زن است، این همه تکلیف را زنان میکشن، ما تحمل نکنیم. این مرد گفت من درس را یاد گرفتم، من درس را یاد گرفتم، الان فهمیدم که تعامل با زن چگونه است. این فکر را ما کرده بودیم که چقدر زحمت میکشه یک مادر بیچاره برای تربیت یک طفل. امروز کل مشکلات به دوش مادر است. رسول صلی الله علیه و سلم این گونه شاگردها تربیت کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین صدقه صدقه هست که یک مرد یک لقمه غذایی را از کاسه بردارد به دهن زن خود بگذارد، این در نامه اعمالش بهترین صدقه نوشته می شود. بگو الله اکبر. اینجا میگن محبت، این را میگن صفا و صمیمیت، این را میگن فضای سالم خانه، این را میگن جنت. اگر این گونه تعامل با زن داشتیم پس خانه ما جنت میشود، پس خانه ما را آرامگاه ما میشود، مسکن ما میشود. الله در قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زنان لباس شماست ای مردان، زنان لباس شماست و شما لباس زنانتان هستید. پس بیاییم عزیزان من، در کنار من قبلا گفتم نمازی که اخلاق من و تو را سالم نکنه این نماز محسوب نمیشه. نمازی که اخلاق من تو را نیکو نکند، نمازی که من و تو را خوش اخلاق نگرداند، نمازی که در اخلاق ما تاثیر نگذارد، این نماز نیست عزیز من.